سلام به همه کیدز آموزیای عزیز. طبق روزهای پنجشنبه که با هم انیمیشن سازی یا بازی سازی می‌کردیم، قرار امروز با هم دیگه یه انیمیشن زیبا درست بکنیم با ستارمون. نام پروژه رو از این قسمت تغییر میدیم. شما میتونید به زبان فارسی هم بنویسید. من به زبان انگلیسی می‌نویسم Star Animation. انیمیشن ستاره‌ای. خب از قسمت استیج بکدراپ برای خودمون یک پشت صحنه انتخاب میکنیم. من این دروازه رو انتخاب میکنم و شکلک اسپرایتم رو پاک میکنم. نیاز دارم به یه ستاره و یه دختر شاه پریون. فکر میکنم این خیلی خوب باشه. شکلکم سایزش بزرگه، یه خورده سایزش رو کوچیک میکنم، میذارم روی 80. عالی شد. الان با کدایی که یاد گرفتیم از قسمت ایونتس یا رویدادها، پرچم سبز رنگ، از قسمت انیمیشن از قسمت موشن یا حرکت جای دخترکمون رو ثابت میکنیم. این گوشه میخوایم که با خودش صحبت بکنه. چیکار میکردیم؟ میومدیم از قسمت ساوند تینک، برای یه ثانیه با خودش فکر میکنه. چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که چطور این دروازه رو میتونه بازش بکنه. خب چطور دروازه باز میشه؟ یه علامت سوالم بذاریم. خب بعد خودش به خودش جواب میده. تینک یعنی فکر کردن، سی یعنی جواب دادن، یعنی پاسخ، پیامی که خودش میده. اینم 2 ثانیه طول بکشه، همین 2 ثانیه رو بالایی رو میاریم. آها، با چوب جادویی خب دختره که ما چوب جادویی نداره. برای اینکه چوب جادویی داشته باشه و تو دستش بگیره، ابتدا اول باید دستش رو بلند بکنه. چی کار میکنیم؟ برای این کار میومدیم از قسمت سویچ کاستم، حالت A، بعد حالت A یکم صبر میکرد. چقدر صبر میکرد؟ از قسمت کنترل یه 4 ثانیه صبر میکرد و ظاهرش تغییر میکرد، به حالت B در میومد. برای همین از قسمت لوکس میریم روی سویچ کاستم و قسمت B رو انتخاب میکنیم. خب الان ما چی کارا کردیم؟ خب برای اینکه کاستم ما از همون اول به حالت A باشه، این رو میگذاریم. درسته. الان میخوایم برای این دخترکمون یک چوب دستی رسم بکنیم. از قسمت کاستم یه چوب براش رسم میکنیم. من یه چوب دستی رسم کردم.
برای این دخترکمون. الان میریم روی کدای ستارمون. از قسمت کد، ایونتس، پرچم سبز رنگ، از قسمت کنترل، forever یا برای همیشه. میگیم برای همیشه اول جای ستارمون رو سر جاش ثابت بکنیم. بگیم که از این قسمت پشت صحنمون بیا و برای همیشه از قسمت لوکس. من این کد رو تدریس نکردم ولی میتونیم اینجا یاد بگیریم. change color میذاریم 25 بار به رنگ‌های مختلف. این ستاره ما میتونه تغییر رنگ بده. با کد رنگ‌های مختلف این رنگاش تغییر میکنه 25 بار و این هی تکرار میشه چون داخل forever میذاریم. هی این کار ادامه پیدا میکنه. بعد میگیم که 10 تا حرکت بکن. وقتی هم به لبه ها خوردی و برخورد کردی if on edge bounce تغییر مسیر بده و برگرد. از قسمت کنترل ما یک کدی داریم. این کدم امروز یاد میگیریم. میگم کلون کردن. create clone of myself یعنی از خود من، از اون ستاره‌ای که هستش، از خود من چند تا مثل خودم رو تولید بکن، ایجاد بکن. ما این کدا رو گذاشتیم. الان میگیم اگر از قسمت اینم از قسمت کنترل هستش، میگیم که زمانی که کلون کردن من شروع شد این کار رو یه وقفه نیم ثانیه‌ای بهش بده. نیم ثانیه یه وقفی بده و قبلیه رو پاک بکن. اون کلونی که تولید کردی از قسمت کنترل دیلیت دیس کلون، یعنی نیم ثانیه بعد اون ستاره‌ای که عین اون رو تولید کردی اون رو پاک کن و یه جدیدش رو درست کن با یه رنگ جدیدتر. حالا میخوایم ببینیم کارمون چطور پیش رفته. اگر پرچم رو فشار بدیم ستاره ما به چپ و راست حرکت میکنه، ولی خب ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. ما میخوایم در جهت اون ماوس ما که داره حرکت میکنه، فلش ماوس ما در اون جهت حرکت بکنه. برای همین ماوس پوینتر رو میذاریم. خب ولی میخوایم این کار رو چه زمانی شروع بکنه؟ میخوایم اولش شروع به کار نکنه. برای همین یه وقفه بهش میدیم. از قسمت وید میگیم 5 ثانیه منتظر باش. بعد 5 ثانیه این کار رو شروع بکن. چطور دروازه رو باز کنم؟ آها، با چوب جادوییم. خب امتحان میکنیم. روی 6 ثانیه قرار میدم. منتظر باش 6 ثانیه. الان انیمیشن ما آماده است. اگر روی فلش 4 جهتی فول اسکرین صفحه‌مون بگذاریم و من این ذره رو کوچیک بکنم، اگر پرچم سبز رنگ رو فشار بدم چطور دروازه رو باز کنم؟ با چوب جادویی. وقتی نگاه کنید، وقتی ماوسمون رو تکون میدیم ستاره جادویی ما
شروع به حرکت میکنه. امیدوارم که از آموزش و انیمیشن امروز هم لذت برده باشید. برای از دست ندادن آموزش ها و انیمیشن و بازی سازی های هفته بعد ما رو سابسکرایب بکنین و دنبال کردن ما رو فراموش نکنید. متشکرم. خدا نگهدار.